شرکت فراز در تاجیکستان بیش از 600 لابراتوری برای تشخیص بیماری ساکنان را فعال کرده است. این تشخیصگاه‌ها عمدتاً در نزد بیمارستان‌های دولتی جا گرفته، اما بنابر خصوصی بودن خدماتشان پولاکی است. در شرکت فراز در صحبت با آزادی وجود این تشخیصگاه‌ها را تصدیق کرده گفتند همه این مرکزها با تجهیزات زمانوی تامینند. در این شرکت میگویند تجهیزات نوین شرکت باعث بلند رفتن صفت خدمت رسانی‌های طبی می‌شود، چون که معالجه مؤثر بیماران از نتیجه دقیق و روشن تشخیص‌ها وابسته است. یک همصحبت ما در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود روز 10 ایول گفت تشخیصگاه‌های فراز در دایره قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. یعنی دولت برای فعالیت این تشخیصگاه‌های خصوصی در داخل بینای بیمارستان‌ها جای می‌دهد. شرکت به نوبه خود تشخیصگاه‌ها را با تجهیزات زمانوی مجهز نموده لابراتوری‌ها را فعال می‌کند. با گفته این همصحبت ما فایده دولت از این گونه همکاری این است که تشخیصگاه‌ها با نوترین تجهیزات تامین می‌شوند که نرخ خیلی گران داشته و دولت به تنهایی نمی‌تواند برای کل لابراتوری‌های این گونه تجهیزات بخرد. این همصحبت ما گفت تشخیصگاه‌های مربوط به فراز امکان دارند تشخیص‌های را به مثل ژنتیکی، ایمونوشیمیایی و شناسایی دینک انجام دهند که در دیگر مرکزها با چنین کار قادر نیستند. تجارت تشخیص وضع سلامتی انسان در تاجیکستان از پردرآمدترین هاست. قیمت یک تشخیص در چنین لابراتوری‌ها از 40 تا 600 سومانی نرخ دارد. هرچند شرکت فراز در بازار تشخیص تنها نیست و چندین شرکت‌های دیگر با مثل نورافزا، کلینیک ابن سینا نیز وارد بازار هستند، اما فراز که با بیش از 600 تشخیصگاه وارد این بازار شده است، بخش اعظمی آن را زیر دست دارد. فراز در گذشته نیز تجربه شریکی با دولت را داشت. در سال 2015 رئیس جمهور امامعلی رحمان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ترمینال خدمات گمرک را باز کرد که آن را شرکت فراز ساخته و مجهز کرده بود. آن زمان رئیس جمهور این همکاری را نمونه عالی بخش خصوصی و دولت عنوان کرده بود. فراز از بزرگترین شرکت‌ها در تاجیکستان به حساب می رود که تجارتش چندین ساحه را در بر می‌گیرد. این شرکت تجارتش را در عرصه طب از جمع‌آوری شیره کمال شروع کرده که برای استحصال چندین نوع داروهای اشیاء خام به حساب می رود. این شرکت همچنان در جنوب کشور سرپنتری و یا مکانی پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در آن بیش از 500 مار افعی و عینکدار نگهداری می شوند. شرکت از این زهر مار نیز استحصال می کند که در طب برای استحصال پوزهرها به طور گسترده استفاده می شود. این شرکت همچنین در وارد کردن سوزشواری به مثل گاز و بنزین پیشتاز است. نشر شهادتنامه‌های رانندگی، رقم ماشین و تعلیم مهارت رانندگی در این مکتب‌ها نیز از تجارت‌های پردرآمد فراز هستند. اخیراً این شرکت مجمع لیژرانی سفیده را در ناحیه ورزاب را نیز از دولت خریده و با خرج بیش از 80 میلیون سومانی آن را بازسازی کرد. همکنون این موضع با تنابراه 2 کیلومتری معاصر تامین است و علاقه‌مندان لیژرانی و ورزشکاران آن را از بهترین موضع‌ها در آسیا میانه می‌دانند. شرکت فراز اسمی مالکان واقعی خود را بار هم نشر نکرده است، ولی رسانه‌ها بارها گزارش نشر کردند که آن به افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.